والا تیشه پر نکن بابا. خب مرا نش اینجوری من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه. تو یه حدی طبیعیه. همون دیگه حد و نگه نمیداره. وای 20 صاحب تو می پیر در بیاری اندی چه خویت من آمدیم خواستگاری سال خانوم برای پسرم. بروز جان دایی باشه بیا اینا رو راهنمایی کن. چشتی؟ حالا من برم بگم چی؟ روانشناس روان منو بشناس. ماما جان فردا من بخورم به پیسی شاگرد نیاد بی پولی بکشیم. نمیگی آبت کو نونت کو دوا و درمونت کو. آقا ولکو من اشتباه کردم اصلا. ولش کن گوشتو بکن. چی شده؟ چیکار کردی؟ بگو تا داییتون نیومده من رفع و رجوع کنم. بگو. نشستم رو توالت فرنگی شکست. آخ بروز باد طوره بیفته. بابا اوجگله. هتل هیلتون میمونه. آقا نقی دیده این تخت سلیمان نبیره؟ بله داداش حاجی نوبت شماست بفرما. تارگه من عرستو عامله. اجازه بدید من دارم صحبت میکنم. من اینه مشکوکم گرچه به عنوان پسرخاله بزرگش تشریف فرمایی ایشونو به شهرستان میگفت تبریک میگفتم و الان هم تبریک میگم با اون ماشین عجیب المخلوقه. خواهش میکنم خارج از بازی صحبت نکنید موضوع ربطی نداره که. من میخواستم بگم که آقای نقی معمولی فرزند پنجلی شما به حرص قاطع مافیا هستی بعدم مافیا هستی. اگه مافیا هم نباشی شهربند خیلی بدی هستی. خیلی داری بد بازی میکنید. ولی هما خانم آقا نقی ما خیلی دلمون میخواست کادومونو خودمون تو عروسی تقدیم عروس خانم میکردیم. آقا من اذیت نکنه. الان ببینید الان این خانم به عنوان یه فرد تازه واردی که اومده خانواده ما جا پیدا کرده کمک هزینه مریخش کار پیش کرده تقدیم شما کرده که شما تقدیم دختر. عمو فیفی اجازه بده. فیفی چیه عمو فیفی؟ من عرستو هم فیفی نگو. والا تیشه پر نکن بابا. خب مرا نش اینجوری من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه. من میگم منو نگو فیفی، من عرستو هم عموی. مرد حسابی زنتون نرفت به مریخ تاوانش باید ما پس بدیم.